در برنامه امروزه یک آنانه تصمیم گرفتیم اطراف بازی‌های بچگانه سخن گوییم، چون که بازی‌های عنعنوی بچگانه بخش علاهیده فرهنگ غیرمادی مردم تاجیک است. باید یادآور شد که در طول صدساله‌ها برخی از بازی‌ها همقدم فرزندان خلق تاجیک خصوصا نوسان و جوانان بودند. به اندیشه متخصصان بازی‌های سنتی تاجیکان از جهت سیرحرکت بودنشان یک واسطه خوب تربیت جوانان و نورسان در روحیه تربیت جسمانی و ورزش شده می‌تواند. از جهت دیگر در آب و تاب یافتن و مستحکم شدن تن و جسم بسیار هم مفید می‌باشند. نسل نوین حتما کوشش میکردن که حیات منبعدی خیش را در دایره محیط سن سالی آفریده باشند و از جانب یک قطار شاید کلانسالان باشد، شاید والدین گوییم برای تربیت نسل نورس همیشه وابسته به محیط، وابسته به سن سال، وابسته به موقع اندیشیده میشد نوع‌های گوناگون بازی که حیات کودک از بازی شروع میشود. به همین خاطر وابسته به سن سال برای آنها بازی‌ها اندیشیده شده بودند که تاریخ بین‌المللی قدیمه دارند و باید بگیم که اساسی بازی‌ها خصوصیت افسانه‌ای دارند. یعنی از اون حیاتی که آنها در تخیل خود می آفریدند کلانسالان و کوشش می‌کردند که برای حیات سالم فرزندان خود را ساختن، برای آنها بازی‌ها اندیشیدند، هر نوع مشغولیت‌های اندیشیدند که کودکان با واسطه همون نشأه‌نما یابند، انکشاف یابند، هم از جهت جسمانی و هم از جهت روحانی. بیشتر به این بازی‌های عنعنوی سنتی ما رو آورند و تربیت نسل نورس را درست‌تر برای آینده ملت براه مانند، چون که هر یک بازی در نوبت خود برای تربیت سویه دانش، آداب و خلق رفتاری نورس به واسطه رابطه زیج دارد که هر یک آن عملی که در هنگام بازی‌های ورزشی کودکانه از جانب آنها اجرا کرده می شود، یک خصوصیت خاص ملی خود را در خود تجسم می نماید که برای آیندگان ما با سری بلند گفته می توانیم که این بازی، این مثال نمود شکل بازی که مثال امروزها در میان بیبی های ما گذشتگان ما بود و آینده ما نیست، آن را دوام داده می توانیم. البته بعضی بازی ها اگر اهمیت داده باشید، از یک جانب تنها به خاطر انکشاف دادن نیروی عقلانی و ذهنی کودک به وجود آمدند، اما در برخی از بازی های دیگر اگر اهمیت داده باشید، حتما در اونجا دیگر اهمیت، یعنی کودک رو از نقطه نظر جسمانی آب می‌یابد، یعنی بازی‌ها چطور چالاکی، پریدن، جهیدن، زود یافتن، یعنی اینها از جانب نقطه نظر جسمانی یعنی آموخته شدند و برای مردم پیشنهاد کرده شدند. خب اصلا بازی‌های ذهنی در داخل خانوادگی بسیار برگزار می‌گردد، یعنی که در کوهستان که بیشتر برف می‌زد وقتا طولانی بودن، در داخل خانه بین کودکان بازی‌ها صورت می‌گرفت که آنها یعنی چون محیط دویدن پریدن در اونجا کمتر بود، آنها کوشش می‌کردند که نیروی عقلانی خود را استفاده برند. یعنی اگر اهمیت داده باشد میگن که بازی بلبلان کیست در فرهنگ مردم رایج است، یا که کی می‌یابد، کی می‌داند، یعنی وابسته به خانه‌های همسایه آنها گوناگون معماها را با میان می‌گذاشتند و کودکان فکر کرده من بعد جواب آن را باید می‌یافتند. در ما بیشتر همون شتالینگ بازی میگویند، شتالینگ، بعد تخم جنگ میگویند، بعد خروس جنگ میگویند. این تاکه هم یکی از نمودهای همون بازی نوروزی است که خاص بچگان است.
این رو ما در میان بچگان میبینیم که آنها به خاطر همون چالاکی، زیرکی یا که قوت خود را برای برداشتن همون تاقی یا که وای کردن یک نمود همون بازی ملی نوروزی است بین بچه‌های تاجیک. اما متاسفانه امروز جوانان و نورسان از مشغول شدن به بازیدن بازی‌های سنتی تا اندازه دور شدند. امروز با میل و خواهش زیاد به بازی‌های تکنولوژی معاصر از قبیل بازی‌های تلفنی موبیلی، کامپیوتر و پلنشت توجهی زیاد دارند. گرچند که قریب همه روزه اوید به تاثیر منفی تلفن‌های موبیلی و عاقبت‌های ضررآور بازی‌های کامپیوتری بر روح و روان نورسان و جوانان توسط تمام شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی کشور برنامه‌ها و صحبت‌های مخصوص تهیه می‌گردند. حالا هم تعداد خواهشمندان مرکزهای بازی کامپیوتری از حساب جوانان و نورسان کم نشده است. طبق گفته‌های روانشناسان پیوسته مشغول شدن نورسان و جوانان به بازی‌های گوناگون کامپیوتری بر روان آنها به تاثیر نمی‌ماند. متاسفانه باید بگیم که در عین زمان چنین بازی‌ها کمتر به نظر می‌رسند. یعنی در بعضی منطقه‌های کوهی اگرچند که امروز نوع‌های گوناگون بازی‌ها تا جای باقی مانده باشند، متاسفانه در مرکزهای ناحیه‌ها، در مرکزهای شهرها، در پایتخت علاقه بازی‌ها تا یک اندازه با گوشه فراموشی رفتن که فکر میکنم این البته ضرری بین‌نهایت زیاد دارد. امروز کودکان توجه دارن به بازی‌های اینترنتی و بازی‌هایی که با تلفن‌های موبیلی صورت میگیرد یا با بازی‌هایی که علاقه به تکنولوژی نوین سر و کار دارد، با آنها توجه بیشتر دارند و باید بگیم که هم به نقطه عقلی آنها هم و از نقطه نظری طبی و خصوصیت روانی آنها البته ضرری بین‌نهایت زیاد دارد. در زمان امروزه ما مشاهده می‌کنیم که نورسان به بازیدن بازی‌های سنتی نیاز دارند. فقط آنها را با راه و واسطه‌های گوناگون جلب کردن ضرور است. امروز از جانب انسیکلوپدیای ملی ما یک نسخه کلان مخصوص با نام بازی‌های بچگانه، یعنی دانشنامه فرهنگ مردم جلدی مخصوص با نام بازی‌های بچگانه علاقه تهیه گردیده است که فکر می‌کنیم تا آخر همین سال روی نشر میاد که در آن بیش از 100 چند بازی مخصوص کودکانه که در منطقه‌های گوناگون جمهوری تاجیکستان رایج است شهر و توضیح یافتند و از جانب محققان پژوهش علمی تحقیقات فرهنگ هم در یک چند سلسله کتابی که اوید به فرهنگ غیر مادی خلق تاجیک بخشیده شده بود وابسته به شهر و ناحیه‌ها نوع‌های گوناگون بازی اونجا شهر و توضیح یافتند. از جمله برای احیای بازی‌های سنتی ما را می‌باید در جشن و مراسم‌های قدیمی نیاگانمان که امروز با شرافت صاحب استقلالی مملکت از نو احیا گشتند به مثل نوروز، صده، مهرگان و تیرگان آنها را در بین عامه علل خصوص نورسان تشکیل نماییم. سالهای پیشتر دیده میشد که انا همین بازی سنچیل بازی میکردن بین یکدیگر. مثال اول یکم مرتبه یک دانگی سنگ میگرفتن، دوم مرتبه وقتی که یک دانگی سنگ گرفتن و نه افتاندن، دوم مرتبه دو دانگی، سوم مرتبه هر سه همین سنگ رو، چهارم مرتبه هر چهار سنگ رو باید یک جای در یک پرتاب همین سنگ رو گیرن، همان سنگ بالای پرتاب می اومدگی. باز بعد از این مثال داشتن که کپچه، یعنی که هر یک سنگ رو یک تگی باید تگی کپه و مرغک میگفتن، یا اینکه چی پنجه میموندن، پنجه باید هر یک پنجه ده یک تگی روان کنیم. در آخر برای اگر دو سه مرتبه مثال همان کس بین خودشان با لهجه معمولی مثال سوختی میگن، یعنی که مغلوب شدن، باز اثر نه باز از همون یک و دو با آغاز می نماید. این بازی رو بازی سنچول بازی میگن بیشتر. تیار کردن همان کودکان برای لقمه خود رو، یعنی که صاحب شدن، این فکری من است، لقمه خود رو گرفته میتوانند یا اینکه قابلیت همین رو دارند، این است.
манфиати дигари ҳамин бозиҳо на ин ки бозӣ умуман ҳамин бозиҳо зеҳни кӯдакро пеш аз ҳама барои оянда ба як кор ба як кас мушоҳида менамоем ки аз рӯи ҳамин мо метавонем ки мушоҳида намоем ки аз рӯи ҳамин бозиҳо дар оянда ҳамин кӯдак қобилияти кадом касбро дорад. масалан бозии харгӯшакҷон ё харгӯшакбозӣ рафтору гуфтор ва муомилаи байни ҳайвонотро бо ҳамдигар ифода мекунад. тавассути машғул шудани ин бозӣ дар вуҷуди наврасон нисбати ҳайвоноти хонагӣ ва умуман ҳайвоноти дигар ғамхориву раҳмдилӣ ва нишонаҳои дигари накӯкориву накӯпиндорӣ бедор мешавад. бачаҳо даст ба дасти ҳам гирифта давра меистанд ва як нафар бозингарро аз миёни худ барои нақши харгӯшакро бозидан интихоб менамоянд ки ӯ дар бозӣ нақши харгӯшаки беморро бозӣ мекунад. масалан вақте ки кӯдакон дар синни соли хурдӣ ҳастанд, чун пештар дар фарҳанги мардуми тоҷик боғчаи бачагона вуҷуд надошт, модаркалонҳо ё падар ё бобо ҳатман ба кӯдакон афсона нақл мекарданд. хуб дар афсона ҳам қувваҳои некӣ, қувваҳои бадӣ албатта инъикос мекарданд ва кӯдакон аллакай аз синни соли хурдӣ медонанд ки кадом нави ҳайвон барои муҳаббат меарзад, кадом нави ҳайвон ваҳшӣ аст, кадом нави ҳайвон аллакай хонагӣ аст ки ба ӯ масалан унс гирифтан мумкин аст. аз ҳамун кӯдакӣ дар афсонаҳо тасаввур карда метавонанд. масалан кӯдак аз куҷо медонад ки харгӯш метавонад ки ҳам хонагӣ бошад, ҳам ҳайвони кӯҳӣ. ба ҳамин хотир онҳо аллакай аз нақлу афсонаҳои бобоиашон медонанд. ва аз як ҷониби дигар баъзе паррандаҳо масалан ба доми даррандаҳо меафтанд ё аз ҷониби дигар аз ҷониби махсус шикорчиён шикор карда мешаванд ва калонсолон дар афсонаҳо кӯшиш мекарданд ки анамон мотивҳое ки барои меҳру муҳаббат ба табиат ба ҳайвон гуфта мешавад нақл карда шаванд ва дар доираи онҳо бозиҳо ташкил мекарданд. яке аз чунин нави бозиҳое ки гуфтем бештар дар арафаи фасли баҳор, чун харгӯш барои луқмаи худ аст лонааш мебарояд ва омадомади фасли баҳор аст, чун дар кӯҳистон бозии харгӯшак маъмул. аввалан дар дохили хонаҳо байни кӯдакони хурди хона сурат мегирифт ва баъдан имрӯз дар шакли афсонаҳо чуноне ки мебинем дар боғчаи бачагон сурат мегирад. тасвири чунин бозиҳо водор месозад ки инсонҳо ҳам байни ҳамдигар ва бо табиату олами атрофи худ муомилаи хуб дошта бошанд. иҷро намудани ин қабил бозиҳо кӯдакону наврасонро аз овони хурдсолиашон ба итифоқӣ, дӯстию рафоқат ва ҳамбастагӣ ҳидоят менамоянд. боз бозиҳое ки ҳаст нишон мегиранд аз ин тарафи қура ба он тарафи қура, мисол ё ки санг мепартоянд ё ин ки махсус чӯбчаҳо тайёр мекунанд мепартоянд. ин як нишон гирифтани онро низ метавонем бигем ки ин кӯдак дар оянда метавонад ки нишонзани хуб, нишонгири хуб шавад. дар маҷмӯъ агар гӯем бозиҳо дар ду шакл сурат мегиранд, бозиҳои бачагона ва бозиҳои духтарона, яъне бозиҳое ки махсус барои писарбачаҳо омӯхта шудааст ё ки ба вуҷуд оварда шудааст ва бозиҳое ки барои синни сол танҳо барои духтаракон роиҷ аст. масалан агар ба бозиҳои анъанаи наврӯзӣ аҳамият дода бошем, дар бозии чиликдангал ё килики қарилик мегӯянд дар баъзе ҷо танҳо писарбачаҳо бозӣ мекунанд. ба фарҳанги мо ворид шудааст бозии бампарак миёни ҷавондухтарон мебошад. бевосита дар ин бозӣ метавонанд 3 нафар ё ин ки зиёдтар иштирок намоянд. метавонад ки як нафар бо ҳамон банд мисол ҳар як амале ки як по ду по ё ин ки зигзаг мегӯянд байни худ ҳаракатҳо мекунанд. шиштонакӣ ки мегӯянд ки навбати бозӣ қурбоқа шудан омад, мисол ба тарафи боз баръакс ба тарафи қафо бозӣ мекунанд. ин бозии бампарак бештар маъмул аст. имрӯзҳо ҳам низ дида мешавад ки аз ҷониби духтаракон бевосита иҷро мегардад. ҳангоми фасли баҳор дар ҳамин ҷашнҳое ки ҷашни наврӯзӣ бахусус бештар ин бозиҳоро мо мушоҳида менамоем. ин бозиро на ин ки як нафар ду се нафарам низ метавонанд истифода баранд аз ду тараф. мисол ду кас бандро тоб медиҳану як нафари дига
از پیش از شروع 1 2 3 گفته با بازی همراه شده بازی می نمایند. این بازی بمپرک در بازی های ورزشی نیز دیده می شد که برای آب و تاب بدن، برای بخواد کردن مثال موشک های خود، برای سلامتی نیز بیشتر در بازی های ورزشی به مشاهده می رسد. اما بازی که با قال وابسته است، با سنگ ها وابسته است، این یا سنچیل بازی یا لختک بازی یا دیگر بازی ها مخصوص برای دخترکان آفریده است. اما در مجموع باز هستن بازی که آمیخته است، یعنی در اون بازی ها اشتراک عمومی است. چون این بازی ها اصلا در باغچه‌های بچگانه صورت میگیرند، در مکتب‌های صنف‌های پایانی صورت میگیرند که آنها مثلا بازی سفیدار است. در بسیاری جاها آنها به دو گروه جدا شده، یعنی جنسیت در علاقه در اینجا رول بازی نمیکنه. پسر بچه‌ها و دختران یک جای آمیخته بازی میکنند. و در اساسی مضمون و محتوای بازی ها همیشه تربیت کودکان جای دارد. مثلا اگر ما با بازی های فصل بهار که مخصوص در عرفه جشن نوروز صورت میگیرند اهمیت داده باشیم، چون بهار وقتی شکوفایی، وقتی بیداری طبیعت است، حتما برای کودکان بازی های صورت میگیرد که بدویدن، پریدن، جهیدن، چست و چالاکی در اونجا آفریده شده است و کودکان در دایره انا همین گونه مشغولیت ها اندرمان میشوند. لالک‌پرانی یکی از بازی‌های دوره نوروزی بوده در ایام بهار و فرارسی جشن نوروز از جانب پسر بچه‌ها اجرا کرده می‌شد. این بازی را در منطقه‌های جمهوری امروز هم با نام‌های گوناگون نام می‌برند. لالک‌پرانی چی است؟ آنها چون در فصل بهار گفتیم که این بازی اصلا خاصی فصل بهار است و در تقلید با اولین پرنده که مژده از بهار می‌آورد، مژده از نوروز می‌آورد، در همین یعنی با تقلید با همین پرنده ساخته می‌شود. این چگونه بازی است؟ یعنی چون گفتیم وقتی که فصل بهار می‌شود، تورنا یا که لک پرواز کرده از منطقه‌های گرم به منطقه‌های ما کشیده می‌آید و وقتی که آنها پریدن تورنا رو مشاهده می‌کنند، فکر می‌کنند که لکه شمال می‌وزد، بادی مخصوص این جا لکه به مشاهده می‌رسد. به همین خاطر آنها از بعضی‌ها از کیمیاکار، بعضی‌ها از متاع‌های تنک‌تر حتما در شکل همون پرنده‌ای که لک نام دارد به اون مانند لک می‌سازند. عبدالستار مخصومов در شهر استرافشان طلبات کودکان و نورسان حتی کلانسالان را با بردبرک‌ها و للک‌های ساخته خود خوشحال می‌کند. در قلمرو ولایت سوق مخصوصاً این بازی را از آخر ماه فوریه شروع می‌نمایند. غیر از بردبرک، لخلک، بعد لانکا، چیلکلوف، عاشق بازی‌ها هست. بی‌نهایت من همیشه وقتی که بهار آمد در قلعه موغ ما همه هر سال آزمون میشه. ما قطعی همین بچه‌ها از این بسیارش ختم کرده حاضر دانشگاه با تحصیل کرده شده است. همونا که همین چیزا تا 30 سال سابقه کاریم ما اینا از وای کلیگو نه. اما سالهای مثلا 30 اول 30 میانه 30 همون سالها با هم تو ورش رسم شد که همون لیلک پرانها با خداشان رفته نزد استاهای فانوس ساز با فانوس های سبکک ساخته دارن شم شنونده و کرده آورده همین و یک کلان به ساخته چیز میکردن بعد میانش به همونه مانده شده در گرانده سانه دو طرف دو کس داشته میستاد و این آدم میکشتگی دورتر شده میکشید همین که میبرامد از بالا همون چراغ و خود چراغ امریزه سملات ها برید نمورده میستاد همه دو چشمش همه بود. این چیز از کل از دورهای قدیم آمدگی این چیزا پرونده یعنی از آسایشتگی و جمهوری تاجیکستان تمام جوبه بسیار ازبکستان ترکمنستان ها بیم است. این یک رمزی بهار رو نشان می‌دهد. دیگر فصل به این عموما هیچ که وارد نمی‌کنه. فقط بهار آمد همین چیز هست لک بازی و عاشق بازی و بعد کمره ارغمچین کشی این همه بازی های نوروزی میگن بهاری.
حتی کلانسال‌ها به این چیز مشغول می‌شدن. ما مثلا خرد بودیم در یاد داریم که همین همراه کلانسال‌ها جوانمردای 20 ساله 25 ساله نو دامادها نو خانه‌دارها یک جای می اومدیم از پسشون دویده و ها 8 نفر 10 نفر همین بادبرق میگویند لیلق میگویند مخصوصا بادبرق پرانی رسم بود چون که بادبرق 4 گوشه است و در 2 گوشه است با بیرق هم دارند در دومش فانوس میبستند و بادبرق‌های تقریبا 2 متر 3 متر 4 متر را میساختند و 5-6 نفر گرفته میدویدن بادبرق وقتی با آسمان بالا شد بعد رشته را سر میدادن همین شبانه ما همین بچه‌ها بسیار خرسندی میکردیم میدیدیم که بادبرق در بلندی آسمان الوان میخورد و در دومش چراغ آویزان بود چراغ موج میزد الوانج میرفت البته تا نصف شب بعد توپگو ها تا ساعتای 9-10 میشد همون بادرک بندها اگر درخت باشد یا میخ زده وای کرده بسته میموندن خود همون ایسم رفته شمال نمیموند که و پایان فرد البته یک بسیار این هم یک شهامت بسیار کلان داشت همون لیلق بینی همه چیز الان خیلی بازی آبن کردن با قول تاریخ نگاران لالک پرانی نیز از دوره های قدیم خاصی همین منطقه بود و آن وقت نیز استوهای مخصوص وجود داشتند که برای بچه ها لیلک می ساختند. لیلک یا خود بربرک ها را خود بچه ها هم با نگاه کودکانه خود می ساختند و خوشحالی می کردند. آن وقت در بربرک ها زنگوله یا چراغ نیز نصب می کردند که این هم رمز مژده رسانیدن از نوروز و بهار می داد. پورینه 2018 سال ما وقتی که رفتیم اعضای حکمان برآمدن رحمت همون تلویزیون و صفحه ایستاده بودن که وای آدم گفت فلیکس به کامپیوتر به کار آمد گفتم یک چند نماینده آمده گفت که بله وای میگیریم گفت یکم من دیگه کس نمیتیم سونی این گوش من با آمد رسید من گفتم که نه این کاری دستی اینجا با یگان خیلی کامپیوتر نیست گفتم بعد آمده خود همون نماینده دید که در حقیقت ورق بکشه دیدم بس شوجوزی رئیس ولایت داده بودم من هر سال همین خیر البته لکلک بازی از جانب 2 نفر صورت میگیرد یکی لکلک رو میدارد دیگر بند رو آنها تا مسافت 50 تا حتی 100 متر در بعضی جو کمتر از اینکه وابسته به روشی وزش باد است البته کمی میدوند وقتی او کمی پرواز کرد البته اون رو سر میدهند و به منطقه بلند میبراید و حتی تو ساعت ها در آسمان چون شمال اولانج میدهد و در بند از این طرف بسته شده است البته اولانج میخورد و بسیار زیبا است. باید ذکر کرد در همون شب روز استقبال نوروز در همین موضعی که ما نشستیم و در تل مراسم بادبرق پرانی پیدا میشه برگزار میشه در بین حاضر مثلا مکتب ها حتی گذرها بادبرق های خودشون ساخته میبیارن لیلک های خودشون ساخته میبیارن در آزمون بادبرق پرانی که از جانب ریاست فرهنگ صورت میگیرد اشتراک میکنن و بهترین ها صاحب مکافات جایزه ها میشن. طرز رشته میگن 3 تورک میگن از 3 جوش اگر همچون یک خیل گرید شمال داشته میستد در حالت اگر یک طرفش کم شود وای زمین میافتد بنابراین همین شمالی که همین وای به آمده که 3 طرف قوتش باشد که برآمده میگیرد یک جوش که کم شد این چاخلک زده بیافتد و نمیپرد. میان مردم این منطقه هر سال حتی آزمون بربرک سازی و لالک پرانی برپا می‌گردد که در این میان آفریده های استا عبدالستار مقسوموف در حجم و زیبایی همیشه قابل قبول دانسته می‌شوند. هر سال او حجم بربرک‌هایش را 1 متر زیاد می‌کند. شما اگر سخت کنید با کم اگر کشد اگر یگان 2 کس اداره کنه نمیتواند اینا 2-3 نفر یک جا بسته یگان وای با دروازه استادیوم وای با ورزشگاه بسته بعد ماندگش سر میدادیم. اینجا بازی ما درباره یک رمز 30 سالگی جمهوری تاجیکستان ما تصویر کردیم کارسودیم اینش 700 سالگی کمال خوجندی پایانش نقش و نگار ملی قطعی ما همینه
به اتمام میرسانیم. با حکم انانه در اومده است. هم مثلا در عرفه جشن نوروز در شهر استرافشن بوستون در بالای مختپه، چون ما شاهدی این مسابقه بودیم، بازی لالک پرانی در شکل مسابقه‌ای صورت میگیرد. یعنی در آن دستاندرکاران و نمایندگان مقامات اجرایی حکومت شهر استرافشن اشتراک میکنند و با انم کودکان جایزه ها میدن. یعنی لکه کی از همه زیباتر است، از همه کی بالاتر پرواز میکند، یعنی وابسته به مهارت انم کودکان تحفه ها اعلان میکنند در اونجا که بسیار هم ذوق کودکان را به این زیاد میکند و هم کودکان از بازی ها یا از مشغولیت هایی که با آنها نادرکار است دور میشوند و از جانب دیگر هوسمند میگردونند که برای احیا کردن فرهنگ ملی فکر میکنم بسیار خوب است. هم مشاور ملاحظه مختلفه به همون گفتگو روز شنبه میبرد. بچه‌های همه از جوان تا پیر و پارینم همه مختلفه به یک تا موسفید از دیهای نوفراج 83 به درآمدگی خودشان ساخته با همراهی نبیرشان پرانده بودن که من یک بچگی در خاطر بیارم افتادم. بسیار آدم میبرد، بسیار کس میبرد، یک ایدی تمام میشد مختلفه با. در بازی‌هایی که در کوهستان صورت میگیرد و چون گفتیم وابسته به موسم ها دایر میگردد. اکثر بازی‌ها در فصل بهار، یعنی بازی‌ها هستند که در تابستان تنها صورت میگیرند که وابسته به اشیایی که در بازی استفاده میشود. بازی هستند که در موسم تیرما مثلا اگر چهارمغز بازی یا در منطقه سوق اکثرا در شهر استرافشن بوستون چموق بازی میگن که چهارمغز بازی است، مخصوص در موسم پختن میوه ها در فصل تیرما دایر میگردد. باز بازی هستند که مخصوص در داخل خانه ها در فصل زمستان صورت میگیرد. بعد بازی ها هم خصوصیت سن سالی دارند، یعنی بازی ها در سن سالی خردی کودکی، در سن سالی میانه کودکی و بعدا در سن سالی مکتبی یا بعدتر سن سالی نورسی. امروز در میان جوانان هم بازی‌های مخصوص موجود است، مثلا بازی اسب‌دوانی، بازی گوشتنگیری. گرچه آنها خصوصیت مسابقه‌ای داشته باشند هم در معرض بازی‌ها البته پیش از همه تربیت در روحیه وطن دوستی، چالاکی، جسوری صورت می‌گیرد. خلاصه بازی‌های سنتی همچون بخش فرهنگ خلق تاجیک بوده افاده‌گری تمدن بوی و رنگین به حساب می‌روند. هر یک بازی سنتی که پر از حرکت و شادی و سرور است برای بهتر گردانیدن حالت روحی و روانی و جسمانی کودکان و نورسان زمینه خوبی را فراهم می‌آورد.